هفته خبر تو خبر داره براتون از قیام جانانه مردم اصفهان و هذیان‌های بوفالوی ولایت. ببینید این پدرزن رئیسی جلاد برای در بردن عمامه دامادش و عظما چه اراجیفی به هم میبافه. این مشکل آب خب بخش عمدش مربوط به نزولات آسمانی است. بر حسب حرکت زمین و جریانهای اقلیمی که نه تنها کشور ما دچاره، خیلی از کشورهای معتدل دچارش هستند و یا گرمسیر دچارش هستند. مال خیلی از کشورهاست، مال ما نیست. همه گرفتار آبن و نزولات آسمانی کم. خب بخش عمدش نزولات آسمانی است. دیگه وقتی نزولات آسمانی کم است، این با تجمع و تحسن درست نمیشه. مقابل خدا تجمع کنیم و بله تجمع باید بکنیم در نماز استسقا. حکایت عظما و باقی جک و جون براش توی این روزا یه چیزی مشابه اینه. گیر کرده زیر پا. علم الهدا میگه تجمع برای آب تجمع در مقابل خداست. از این طرف هم داماد جلادش رفته توی اجلاس اکو و از انتقال آب به کشورهای عضو اکو دم میزنه. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جدیت در همکاری در این حوزه‌ها آماده است برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز برای کشورهای عضو اکو را توسعه دهد. همچنین علاقه‌مند هستیم پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سازمان اکو قرار گیرد. آب ایران رو دزدیدن، حالا دنبال صادرات آب به بقیه کشورها هم هستن. پیشنهاد رئیسی یه چیزی تو این مایه هاست. این هم استاندار مشنگ اصفهان و پیشنهاد مسخرش درباره راهکارهای مقابله با بحران آب زاینده رود. استاندار اصفهان گفت بخش قابل توجهی از حوزه زاینده رود حقابه کشاورزان اصفهان است که پیگیری این مطالبه به عنوان برنامه کوتاه مدت استانداری دنبال می شود. سید رضا مرتضوی در گفتگو با ویژه برنامه درباره وقایع اصفهان که دیشب از شبکه خبر به صورت زنده پخش می شد گفت رفع مشکل زاینده رود نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است و همه نهادهای تخصصی به دنبال حل مسائل انباشته شده آب زاینده رود هستند. خلاصه اینکه آخوندا این دم آخری توی بد مخمسه گیر کردن و خودشون هم نمیدونن ماشین نظام رو باید چطوری برونن. حالا بشنوید از تیویریش و خبرنگارهای دوغکیش که طبق معمول با سناریوهای نخنما و ترفندهای لو رفته به صحنه اومدن. ورودی که بعداً تبدیل به آشوب شد عملاً باعث شد که این مطالبه به عنوان یک موضوع ثانویه تبدیل بشه، یعنی داشت موضوع منحرف میشه به سمت دیگری. اونایی که وارد این ماجرا شدن چی رو دنبال میکردن؟ کاملاً مشخصه. ببینید در همان وهله روز جمعه هفته گذشته هم جریان ضد انقلاب می‌خواست دو سو استفاده بکنه. روز پنجشنبه ما رفتیم سراغ کشاورزا، ما اکثرا هر روز پیششون بودیم. گفتیم قضیه رو میدونید که قرار این اتفاق بیفته؟ میگفتن بله کامل میدونیم. اگر جریان ضد انقلاب ورود بکنه به این قضیه محکم جلوش میایستیم. محکم هم ایستادن. شما جریانی که دارید در روز جمعه میبینید کاملا مردمیه. این طرف فکر کرده تو عصر تیر و کمونه و همه رسانه ها دست حکومته. خبر نداره که مردم اصفهان و کشاورزان خودشون موبایل دارن و از تو صحنه همه چیز رو گزارش میکنن. کسایی که میگفتن میریم که زمین کاری نداره، چرا انقدر گازش کار میزنین، چرا انقدر مردمو میزنین، چی کار دارن؟ فقط دارن شعار میدن ما آب میخوایم. نگاه خدا وکیل چجوری هم مردمو میزنن هم گازش کار دائما میزنن. این هم بلایی که مردم اصفهان بر سر مزدوران خامنه‌ای آوردن و تصویرش رو برای همیشه تو تاریخ ثبت کردن. بیا این هم نتیجهش. ببینید اینجا اصفهانه، این اتحادی مردمه. بگیر اینا رو بگیر همه دنیا ببینید نشونه چیه مردمه. بگیر رو به این پلیسشه، پلیسا بگیر ببینید
یه اتحادی مردمه. اینجا اصفهانه. معلوم شد که تمام هارت و پورتا و مانورهای آخوندا کشکی بوده و جای جاش هیچ غلطی نمیتونن بکنن. مشنگستان این هفته رو با اراجیف این فیلم باف ولایت مدار شروع میکنیم که میاد از ولایت فقیه تعریف کنه اما کله معلق میزنه. ببین در خیلی از بحث‌های فقهی باب ولایت تحت عنوان سلطنت فقیه آمده، یعنی در واقع در ذات ماجرا ولایت فقیه همون سلطنته. این هم یه چشمه از شاه سلطان ولایت که پشت پرده پای بساط کلت و کیک بود اما جلوی دوربین یه چنین ژست مسخره‌ای میگرفت. Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. I don't know. I understand that some of them come from the Palestinian organization, the Palestinian Liberation Organization. Is that true? من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. I don't have any information on that. Would it surprise you? آیا باز تعجب شما نخواهد شد؟ که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدونم. No, I don't have any information. این هفته مشنگای عظما توی استبل ولایت به یه پاسدار رأی اعتماد دادن تا وزیر آموزش و پرورش رئیسی بشه. برنامه این وزیر مشنگ برای آموزش و پرورش رو بشنوید. ما نیازمند یک الگوی تربیتی هستیم و این الگو را رهبری گرانقدر انقلاب به ما نشان دادند. آنگاه که فرمودند سلیمانی عزیز نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. این هم محصول 40 سال آموزش و پرورش تو نظام ولایت با الگوی تربیتی قاسم ترکیده. ما یه شهری رفتیم 1000 تا جوان جمع کرده بودن، گفتن آقای رفیع اینا هیچ کدوم نماز نمیخونن، شما برای اینا سخنرانی کن راجع به نماز. شما باشید چه کار میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم آیه بخونم، حدیث بخونم. اینا دبیرستانی بودن، کتابات بینشتینشون پر از آیه و حدیثه. گفتم که من سخنرانی نمیکنم، خودتون بگید علت این که نماز نمیخونید چیه. عوامل رو گفتن، من رو کاغذ آوردم 50 تا عامل شد. دیدم عجب ما کجا سیر میکنیم. یکی گفت به خاطر بعض شما آخوندا میبینم از دین حرف میزنید اما بد عمل میکنید. من زده شدم. حالا از مجده آخوندا بریم سراغ قضاییشون و ببینیم این اژه‌ای گوشخوار درباره شیوه‌های حکمرانی چه چاخان‌هایی سرهم کرده. حکمرانی صحیح اون حکمرانی است که در او تبعیض نباشه، اجحاف نباشه، تعدی نباشه. بشنوید از آخوند نقویان که سوتی‌های رئیسی رو دست گرفته و پنبه حکمرانی ولایی و شورای نگهبانش رو اینطوری میزنه. کجا تو دنیا برای ما شما بزنین تو اینترنت سوتی‌های فلان چی میاد؟ خودتون تو خلوت خودتون هم خجالت میکشید از جمله بندی های او. اصلا یه نگاهی که این جایگاه برای تو خیلی بزرگ بوده و تازه من خیلی جا گفتم ما اگه بخوایم محاکمه کنیم کسانی رو باید جلوتر محاکمه کنیم که همچی آدمایی رو مسلط میکنن بر ما. مگه ما احمدی نژاد میشناختیم؟ مگه نمیگیم روحانی چنین و چنان بوده؟ آقا این اصلا مهره دشمنه، این اصلا گاندو براش میسازیم. خب اول بریم اونایی که اون رو تایید کردن بر مردم مسلط کردن اونا رو بیارین دیگه. اگر شما نمیدونید پس خیلی ساده اید. شما چرا بر سر این کارید؟ منظورتون شورای نگهبانه؟ بله شورای نگهبانه. بله اینجوریه که بافته های آخوندا توسط همریش های خودشون رشته میشه.
نوبتی هم که باشه نوبت آخوند تانگه است که این بار با یه راه حل اقتصادی به مشنگستان اومده. اقوام شما مگر مسلمان نیستن؟ میگه چرا؟ میگم چرا کمکتون نمیکنن؟ میگه نمیدونن. ببینید هر آدمی که مشکل اقتصادی داره 50 نفر 100 نفر دور و برش هر کدوم یه عددی بگذارن وسط، به خاطر خدا مشکل اقتصادی حل میشه. این هم وضعیت اقتصاد آخوندا با راه حل‌های مسخره‌شون. توی این آشفته بازار گرونی اجناس، هویج هم به کالاهای قیمتی و لاکچری پیوسته و سوژه ترانه‌های طنز شده. آرزومه 1 کیلو هویج بگیرم واسه خونه، ولی قیمت و همه قیمت خونه. چه گرونه از بس دیگه قیمتش زیاده، میاد واسه موزویج فاده، میاد واسه موزویج فاده. ای خدا برس دیگه بدادم، گرم میوه میخواد دل آدم، همه میوه ها رفته زیادم. چه گرونه روز 5 آذر تیوی در مرکز اصفهان یه برنامه زنده گذاشته بود که بگه همه چی آرومه، اما صدای فریادهای قیام کنندگان اصفهانی تا برنامه زندهشون هم رفت. و این بخش رو هم امیدوارم دیده باشید و دوستش داشته باشید. متشکرم از همراهیتون. استاد جواد خیابانی، هادی خان عامل، حمید آرایش مهمان ما هستن. عزیزم من آرزو میکنم که خب اولا این اصفهان قشنگ، این فضای زیبای پاییزی همان اصفهان زیبایی باشد که همه دوستش داشتیم و داریم. میدونی آدم وقتی که میاد زاینده رود رو بی آب میبینه احساس خوبی بهش دست نمیده. من همیشه اصفهان رو تو همه جای دنیا که رفتم مثلا صحبت شده گفتن سوتیریش تقدیم میکند، میگه 90% مرگ و میرها به خاطر واکسیناسیونه. معاون بهداشت وزیر بهداشت با هشدار در مورد واکسن نزدن 18% مردم گفته 90% مرگ و میرها به علت واکسیناسیون میباشد. 90% مرگ و میرها به علت واکسیناسیون میباشد. اگه 90% مرگ و میرها به خاطر واکسیناسیون باشه، لابد نحوه درست استفاده از ماسک هم یه چیزی تو این مایه هاست. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی عجیب و غریب این جوون هندی جلب می‌کنیم که هم شنیدنیه و هم دیدنی.